السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، در درس لغت عربی هستیم. لغت عربی ما در قسم دهمش هستیم و در اینجا بعض ضمیرهایی که باقی ماندگی هستند ضمیرهای غایب شون میگن که انسانهایی که نیستن ما یک چیز نسبت همونها چی میکنیم؟ نسبت میتیم. اونها را ضمیرها میگوین. اونها را چی میگن؟ ضمیرها. مانندی هو باشد یا اینکه ها باشد یا که هما، هم، هن، اینها ضمیرها هستند. هو او را در تاش گفته لهو برای اون، برای اون انسانی که در پیش ما نیست است. هما ها گفته ها برای زنانه هست، ها زنانه هست، یعنی که لها برای همون زنک. هما نه که برای دو کسی که نیست در پیش ما، برای آن دو. هم برای آن همه مردان. در اینجا کلمه هما برای آن دویی که زن مرد هر دشه استفاده میخورد، یعنی که هم زن هم مرد میشه که هما بگیم. هم زن هم مرد هما گفتنش ممکن هست، برای که ضمیری دو در لغت عرب بسیار وقت یک از زن مرد. هم یعنی که چی؟ آنها همه برای آنها همه مردها، یا که هن برای زنها. در تاش مثالش گفته است که لهو برای اون مرد، لهوما برای اون دو زن دو مرد، یا که لها برای اون زنک، لهوما برای آنها دو مرد دو زن، یا که لهم برای همه مردان، لهن برای همه زنها. در کتابای لغت چه اگر فارسی و عربی هم باشه هورا او را گفته است. او را یعنی که برای اون، یا که او را. ها او را زنک برای یک زن، هما برای اون با او را یعنی که دو انسان، هم او را برای همه مردان، هن برای همه زنها. در اینجا همین ضمیرها را، همین کلمه ها را انشاءالله می چسبانیم به همین ضمیرها را به کلمه ها می چسبانیم، جمله سازی می شود الکی. کلمه هایی که ما از یاد نکردیم که در درس ها بعضیش گذاشتیم بعضیش نگذاشتیم، همونها رو به همین ضمیرها میچسبونیم، هم کلمه ها از یاد میشه هم ضمیرها انشاءالله معلوم تر میشوند. باز در اینجا همه را انشاءالله چسباندنش نشون بدیم. مثلا کلمه رأس، رأس سر میشه، رأسهو گفتیم سری اون میشه، اون مرد یعنی کی برای همون مرد، رأسها سری همون زن. اون انسان ها در پیش ما نیستن، اینها را ضمیر غایب میگن که اونها نیستن، ما اشاره به سوی همونها میکنیم چی میگن؟ ضمیر غایب. و در اونجا گذاشته مخاطب رأسو که بگه سری تو میشه، رأسو که سری تو زنک میشه. یا که اذن، اذنون گوش میشود، اذنون گوش، اذنهو گوش اون مرد، اذنها گوش اون زن. اذنون گوش است. وقتی که ضمیر میچسبد اذنهو گوش اون گفتنی باشه، گوش اون مردک، اذنها گوش اون زنک. فهمو؟ همچنین شعر، شعر یعنی که موی سر، موی سر شعر میگن. شعرهو شعرها یعنی که شعر موی سر میشه، شعرهو شعر به موی اون مرد، یا که شعرها موی اون زن. وقتی که ضمیر که میچسبد چی میشه در اون؟ تنوین، همو اون ان، این چیزی که نباشد اون گفتیم خود به خود میافتد گفتیم. این چونین سینون، سینون کلمه سینون دندان میشه. وقتی که سینون گفتیم دندان میشه. سینهو گفتیم برای اون مرد، سینهو برای اون زن دندانی اون زن، سینهما دندانی اون دو مرد یا که دو زن، مرد زن یک خیلی استفاده میخورن. این چونین یدون دست میشود، یدون دست، یدهم دستان مردها، همون مرد دستان همون مردها، یدهن دستای آن زنها. صیغه جمعی مؤنثش میگن ایرا، هن را ضمیری جمع مؤنث است. صدرون کنده سینه را میگن، همون کنده که سینهش میگن، کنده سینهش میگن صدرون میشود. بال ایمان اینه که دلی آنها، کنده سینه آنها مطمئن آرام باشد. صدرهو نکی کنده سینه اون مرد، یا که صدرها کنده سینه اون زن، برای همون مرد برای همون زن.
بطنون، بطنو شکم میگن. بطنوهو شکمی همون، یعنی که همون مرد، بطنوها شکمی همون زن. ریجلون پا را میگن، پای ریجلون میگن. ریجلوهما پایهای آنها دو، ریجلوهما پایهای آن دو زن یا که دو مرد، هر دوشون دو نفر، یعنی که تثنیه میگنشه در مذکر و مؤنث، در مرد زن در لغت عربی است. ظفرون ناخون هم میگن، ناخون. اظفار مثلا ناخون ها را میگن. ظفرهم ظفرهن، ناخون های اون همه مردها، ناخون های اون همه زنها. اجا فهمیدیم که ضمیرهایی که هو، ها، هما، هم، هن، هو برای اون بگیم مرد بدست، او را بگیم مرد، ها او را زن، هما برای اون یکی همونها دو مرد یکی دو زن یک هستن، هم آنها همه مردان، هن آنها همه زنها که غائب هستن، اینها را ضمیرها میگن. وقتی که هر چیزی که به سوی کدومی که اشاره کردنی باشه میچسبونش ضمیر مردی که ضمیر زنی را خودش توری میشود میراد کلمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.